فکر کردن درباره فرد و این دوراندیشی یک آدم کامل را نشان می‌دهد و اما فکر کردن درباره آینده یک کشور وظیفه جانی هر یک دولت است. قطر کشور ثروتمندترین در جهان می باشد که درباره آینده فکر نمی کند بلکه آینده اش را امروز می سازد. چند پیش اینجا فقط یک بیابان بود. حالا ببینید که چه ساختمان‌های در روی دریای خلیج فارس قد برافروخته‌اند. میگویند که معماری 25 ساله انس حمدالداوری زاده قطر که در ولیکا بریتانیا تحصیل کرده است، حالا میخواهد در کشور خود یگان چیزی با عظمت بسازد. شما اگر پس از 5 سال به اینجا بیایید، این شهر را عموما نمیشناسید. داخل یک مکانی معماری را میماند که در همه جای آن کران ها در حال فعالیت هستند. گرمای هوا در بیرون 45 گرادوس را تشکیل میدهد و استرایک همچنان با سرعت در حال پیشروی است. در قسمت ساحلی شهر اتل های نو و مکان های تجارتی در حال رشد هستند. در پشت دیوارهای بلند مترو در حال حرکت است که با 4 شاخه که طول آن 300 کیلومتر را تشکیل میدهد پایتخت را با دیگر کشورها پیوست میکند. متروهای بی سرنشین با سرعت ترین نقلیات در قسمت دریای خلیج فارس خواهند بود. این رایون یکی از بانفوذترین رایون ها در شهر است. بعد از 4 سال در کنارش شهر به نام لوسایل ساخته خواهد شد که این شهر از نظر علمی پیشرفته بوده، با تکنولوژی نو ساخت راهها و خدمات کمونالی را نظارت خواهد کرد. این شهر را تا سال چمپیونات جهانی فوتبال یعنی سال 2022 می سازند که اولین شهر پیشرفته در شرق میانه به حساب می رود. در شهر لوسایل کلانترین استادیوم با پروژه بیرو نورما نفاس ساخته خواهد شد که اینجا مسابقه اساسی موندیال گشوده شوی و فینالش برگزار می گردد. سال 1935 در قطر محل تولید گاز را کشف کردند که از حساب ذخیره گاز قطر در جهان جای سوم را بعد از روسیه و ایران اشغال می کند و به شرافت گاز تولید شده در این کشور طول 50 سال اخیر این شهر کم بضاعت به ثروتمندترین شهر در جهان تبدیل شد که حالا پولهای جمع شده از نفت و گاز را شهر برای رشد خود استفاده می برد. چندین دهه‌هایی که به ماهیگیری مشغول بودند اکنون پایتخت کشور ثروتمندترین جهان شدند. اگر WWP و پاپاپیس رو بر سر هر اهالی حساب کنیم میفهمیم که این نه با شرافت اداره کنی بلند بلکه به خاطر بخت بلند این شهر بوده است، چون که یکی از کوچکترین و فقیرترین شهرها اکنون محل ذخیره بزرگترین گاز و نفت در جهان می باشد. و دور از تمام بازی ها و باران طلایی که به سر این کشور ریخته می شود، این کشور هنوز منارخیایی مطلق می باشد. تا حال قطر در یک جایگی با عربستان سعودی در مورد استفاده بهره‌ناک از ذخیره‌های طبیعی کشور جایی از همه پسترین را در ریتینگ جهانی می‌گیرد. پس شدن نرخ نفت به آن آورده رساند که سال 2018 بودجت دولت قطر تا 4.9% وپی پایان فرآمد و سال 2018 به 3.8% رسید. جای حیرتش نیست که اینجا قید کنیم که برای شهروندان قطری قسم زیادی خدمات دولتی قسما رایگان می باشند، اما حالا برای برآمدن از وابستگی های نفتی و گازی با یک پروگرام دولتی قدم به قدم کار کرده ایستادند. در داخل دمای هوا به حد بلند است. بله، در سنگاپور و گانکونگ هم هوا گرم است، اما آنجا حالتهای نشده است که در ماه می و اکتبر دمای هوا به 40 درجه رسیده باشد و سال بیکتورمتر بعضا تا 50 درجه را نشان دهد. خارجیان در داخل این را در خود تجربه کرده فهمیدند که چرا آنجا در گرمی هوا راهگذران دیده نمی شوند، چون که راهگذران اگر به بیرون برایند ریسک کرده تیپلوای او در می گیرند. مردم قطر ساعت روزانه خود را در خانه ها و در ماشین هایشان در زیر کندیسیونرها می گذرانند. مهاجرانی که برای کار به قطر رفتند و خارجی های مقیم آنجا بیشتر جمعیت شهر را تشکیل می دهند. معاش میانه مهاجران در قطر برابر با درجه بلندترین معاش در اروپا است که به 3300 دلار برابر است. این معاش از نروژ و دانیا کمتر بیشتر است، اما نسبت شویتزاریا خیلی پایین است. برای کارگران کارخانه ها معاش از 1100 دلار سر شده، برای پیشخدمت ها و میزبانان از 800 دلار زیاد نمی شود. نرخ بنزین در مرکزهای فروش به 27 سنت آمریکایی برای 1 لیتر برابر است. نرخ شیر به 1.4 دلار برای 1 لیتر برابر بوده. 1 کیلو بادرینگ، پامیدور یا زلن 1.1 دلار برای 1 کیلوگرم ارزش دارد. نرخ گوشت 11 دلار است. خواجگیداران قطر فقط 10% تامینات مردم را برآورده میکنند و باقی مانده تامینات را از خارج کشور وارد میکنند. الکل را در مغازه ها نمی فروشند و آن را می توان پنهانی در برهای بعضی هتل ها پیدا کرد.
میگویند که بعضی از شهروندان در اتل‌ها اتاقی شبانه روزی اجاره میگیرند تا توانند آنجا الکل نوشند، خواب روند و دوباره هوشیار شوند. اجاره پولی آنجا قیمت است. در دچه‌هایی که جای خواب در دوم اتاج و کخنی در یکم اتاج است، نرخ اجاره تقریبا به $1100 برابر است، اما اجاره خانه در مرکز شهر به $1400 میرسد. برای همین برای جای استقامت مهاجران کارفرمایان آنها پول پرداخت میکنند. برای خارجی‌ها خریدن خانه در داخل به نزدیکی اجازه داده شد، آن هم نه در رایون‌های قیمت بها. عموما در داخل اگر گرمی هوا، منع کردن خوردن مشروبات و محدودیت لباس زنها را به نظر نگیریم، آنجا رفتن برای ثروتمندان جهان عنعنه است. عجایب است این است که داخل توانسته است پولهای هیدروکربن را در مقیاس دولتی صرف کند و با این راه کوشش میکند که وابستگی خود را از آنها کمتر کند. در درجه یکم انفراساختورها را میسازد. یگانه میلیاردر قطری شیخ فیصل ابن قاسم $2 میلیارد را در ساختمانسازی به دست آورده است. گپ درباره نه تنها ساخت خانه‌ها یا کارخانه‌های شخصی می رود، بلکه بسیار لایحه‌های انفراساختوری که به پایتخت قطر منسوبند به چاره‌بینی‌ها و تمایلات وسیع بین‌المللی برمیگردد که این کشور در نقش اساسی آن فعالانه اشتراک می‌کند. به عنوان مثال این چمپیونات جهانی عاید فوتبال می باشد که سال 2020 در قطر برگزار می‌گردد. برای آن 7 استادیوم نو می‌سازند که با سیستم خانه‌گردانی تأمین شده‌اند. این استادیوم‌ها را نامزد طراحان جهانی به را نقشه کشیده است، از آن جمله استودیوی نورمن فاستر که طراحی این استادیوم‌ها با آن موافق خواهد. یک استادیوم در شکل خیمه بیدونی و دیگرش در شکل کشتی ماهیگیری و غیره ها. در داخل 2 بینای نوی فوتبال جایگیر است و علاوه استادیوم خلیفه، استادیوم فوند قطر و التوماما که با کلاه فرهنگی مردان قطری مانند است، علاقه جایزه جهانی معماری MIPIM را گرفته است. در چمپیونات جهان عاید فوتبال در داخل ساخت مترو در نظر گرفته شده است. در درجه اول برای ساخت 37 استانسیا و 80 کیلومتر راه $40 میلیارد جدا شده است که این پروژه باید سال 2026 به آخر رسد و آن وقت باید 98 استانسیا در 300 کیلومتر راه گشوده و به استفاده داده شود. تعداد مسجدها در پایتخت قطر به 120 می رسد و یکی از موزه های اساسی داخل موزه اسلامی آن می باشد. اصلا وقتی که ذخیره های گاز و نفت در قطر خشک شوند، قطر باز هم می تواند یکی از کشورهای توریسم اسلامی باقی ماند و پتانسیل آن در بازار جهانی به $300 میلیون ارزش دارد. علاقه طول 10 سال است که برای آینده قطر اقتصادچیان دیگر کشورها فعالانه کار می کنند و قدرت کشور فعالانه درآمد نفت را در شرکت های خارجی تقسیم می کند و این پول ها دوباره به قطر برمیگردند. البته که هیچ وقت این پول ها به هوا پرتافته نمی شوند. 68 از 1% قطری ها در بخش های دولتی کار می کنند. $7,415 مزد میانه مهنت برای کارگران دستگاه دولتی است. $13,650 را ماهانه دولت برای خانشین ها صرف می کند. فقط 12% جمعیت قطر یعنی 313,000 خلقی آن قطری هستند. 1% معیار آدمان بیکار در قطر بودند. 98 از 10 5% معیار معلومات ناکی در قطر است. 7 از 10 $9 میلیارد هزینه تشخیصات طبی در مرکز سلامتی سیتر می باشد. $400 میلیون هر سال در قطر برای 6 فیلیال دانشگاه آمریکایی صرف می شود. قطر 651,500 برن نفت در یک روز حاصل می کند. برای مقایسه روسیه 10,992,200 و سشیا 8,874,600 برنی. این معلومات سال 2016 می باشد. $200 میلیارد بودجه برای چمپیونات جهانی برای فوتبال در قطر به نظر گرفته شده است. فقط $10 میلیارد آن برای ساخت استادیوم ها صرف می شود. باقی مانده برای ساخت راههای مترو، راههای نو، فرودگاه، بیمارخانه و 900 کیلومتر راه در قطر برای چمپیونات جهان جدا شده است. $45 میلیارد برای ساخت شهر نوی لوسائیل صرف می شود که در آن 450,000 آدم زندگی خواهند کرد. $16 میلیارد هزینه ساخت فرودگاه بین المللی الحمد است که سال 2016 ساخته شده بود. این فرودگاه جای پنجم را بین فرودگاه های بهترین جهان اشغال می کند.